در تاجیکستان مردم امروز از روز ولنتین مقدس و یا به اصطلاح روز عاشقان جشن میگیرند. جوانان تاجیک این جشن رو به مثل سال قبلی زیر باران استقبال کردند و ما هم حالا میرویم تا ببینیم در دوشنبه این عید چه حال و هوایی دارد و جوانان آن را چگونه جشن میگیرند. نوابسته از بارشات زیاد باران شهر سیمای عیدا ندارد. جوانان با گل و گلدسته‌ها به تبریک نزدیکانشان میروند. نزد دکان‌های گلفروشی سیرودم است و کودکان پفک فروش هم به مزاج نیستند. میروند گل میخرند اما بین گلوش شریک میگیرند. میبرن عرصه‌شون را پدرکم میکنن. روزی عاشقا میشه از مخرسه میشن سعاده زور میشه. یک گل گرفته میبرم تفا میکنم ده. همین کار را بکنیم ده. با مناسبت روز عاشقان در دوشنبه چند چهاره‌بینی هم برگزار گشته ایستاده است. یکی از آنها چهاره‌بینی است که شرکت آبی زلال و یا ارسیکال تأسیس کرده است و در نزد فروشگاه اشن میباشد. در اینجا طور میبینید جوانان خیلی زیاد جمع آمدند، خوشحالی میکنند، خرسندی میکنند، در بازی ها اشتراک میکنند و تحفه ها ورد میکنند. ما میرویم یک بازی میکنیم. سایت آزادی داره و این گزارش را تماشا کنید چون که در تاجیکستان یکم بار است که ارسиколаи 5 метра овардагием. Там написано «Обними большую ارсиколу» вақте дарачафто мегирен ҳаму машинкара шумо да падарка мебиёрад. در گوشه دیگری شهر شرکت تیسل به اقدامی دیگر دست زده است. اقدام پیش گرفتیم که بهر مشتریان خود اکسیا با پیشنهاد نمودن رقم‌های نقره و برنجی با تخفیف معین و اینچنین گذاشتن رقمی تلفنی به پول رایگان، یعنی برای نفرانی که با دوست داشته خود زنگ میزنند. یک ویژگی دیگری روز 14 فوریه امسال در آن است که بعضن جوانان از ملاقات با دوست دخترانشان دیده بازی بین دسته‌های ریال مادرید و پی اس جی را انتظارند. این بازی بین دو دسته ابرقدرت جهان در دور یک هشت‌نهایی جام قهرمان‌های اروپا برگزار می‌گردد. فوتبال من انتظارم چون که من مخلص فوتبال هستم. دسته ریال مادرید رو مخلص میکنم. مثلا هم روز عاشقان هم این بازی مهم در یک روز آمدن. شما چیکار کردید؟ چیکار کردید؟ ما خیلی بگیم توفر هم کردیم، نه که فکر ما بسیارتر در فوتبال است.